از کنیزو تا سرخپوست تنها، قصه ها و روایت هایی که زنان قهرمان آن هستند. مهمان گفتگوی ویژه من منیرو روانیپور است، نویسنده‌ای که باور دارد و همیشه میگوید راه‌های نرفته برو، جاهای ندیده ببین، کارهای نکرده بکن و حرفهای نگفته بزن. خانم روانیپور، خیلی خوش اومدین. خیلی ممنونم ازتون که پذیرفتین این گفتگو رو انجام بدین. من خیلی دلم میخواد که قبل از هر چیزی این گفتگو رو با مجموعه سرخپوست تنها شروع بکنیم که میشه بگی در واقع جدیدترین مجموعه‌ای هستش که به چاپ رسیده و اگه یه قسمت از این قصه مورد علاقه‌تون، البته که همش خب خیلی حتما که مورد علاقه است، ولی برامون بخونین. خیلی ممنون از خوش آمدگویی شما. من چند خط از داستان این حلزون است یا اژدها رو براتون میخونم. خرفتی بیماری مزخرفی است. کم کم به سراغ آدم می آید و توی تمام سلولهای تن خانه می کند. نمی توانی بگویی از کی شروع شد، از کجا. از وقتی شروع کردیم به فروختن بزهای مادر بزرگ، از روزی که مادر روی تپه پر از آشغال جلوی خانه ایستاد و دستش را به طرف شهرک تکان داد و داد زد توی دو قدمی ما مردم زندگی می کنند و ما اینجا میان بالاها بو می گیریم. شاید با همین داد و بیدادها بود که به شهرک آمدیم. آدم خرفت هیچ وقت نمیتواند از چیزی مطمئن باشد. خواهر کوچیکه میداند که ما خرفت شده ایم. میگوید همتون. مادر حرفی نمیزند، فقط تقلا میکند تا بیاورد که پیش از آمدن منجو یا عنکبوت باستانی فکر و ذکرمان چه بود و چجور زندگی میکردیم. مادر بزرگ عین خیالش نیست. خواهر کوچیکه اعتقاد دارد که عنکبوت باستانی ذهن مادر بزرگ را تسخیر کرده و دیگر جایی برای هیچ خیالی نگذاشته. حتی خیال مرغ و خروس‌ها و گوسفندانی که داشت. به قول مادر بزرگ بسته زبانها را فروختیم و حتی خانه و زمینمان را دادیم به یک آدم عجیب و غریب که انگار از چیزی فرار کرده بود. آدمی که اینقدر خسته بود که حرف هم نمیزد، فقط بلد بود امضا کند و پول بدهد. خب ببینید اینا یک کلمات کلیدی داره دیگه. آدم اینجا یه چیزی که بر من جالبه خرفتیه. شما وقتی که ارتباطی با جهان بیرون نداشته باشی، وقتی که یادگیری و آموزش رو بذاری کنار، وقتی که خیس بخوری تو باورهای خودت، مادر بزرگ خواهر کوچیکه میگه که دیگه خیالم نمیتونیم بکنیم. ببین انسان با تخیلش زنده است. انسان با فکر کردن و تخیل به اینجا رسیده. خرفتی تو غار موندنه. خرفتی تقلا نکردن برای رهایی و نجات خودته. این تقلا برای رهایی و نجات خودت منظورم آب با آسیاب گروه‌های سیاسی و نمیدونم آدمایی که میخوان تو رو ببلعن، تو رو شهید کنن، تو رو بکشن و جسد تو پرچم پیرن اسمون کنن و بعد بیان به قدرت برسن و همون بلایی رو سرت بیارن که تا حالا دیگران کردن. منظورم اونا نیست. هوشیاری یعنی فهمیدن حق و حقوق خودت، یعنی داشتن استاندارد. به تو قبیله آدم ها خرفت میشن. یه قانونی هست، قانون قبیله تو رو خرفت میکنه. یه قانونی هست. وقتی تو ندونی در قرن 21 هستی،
و تو تابع قوانین قبیله‌ای باشی، در خرفتی خودت میمونی. در همین قصه، یعنی در همین بخش کوتاهی که الان شما خوندین، مخاطب رو مواجه کردین با 3 نسل: مادر بزرگ، مادر و نسل جوان امروز، و به نوعی انگار که یک پیشگویی در این قصه اتفاق افتاده، با توجه به اینکه خب تاریخ قصه مربوط به قبل از جنبش زن زندگی آزادی هست، ولی ما در این قصه میبینیم که اشاره میشه به اینکه نسل جوان، یعنی نسل زد امروز، تنها کسیه که این خرفت شدن رو میبینه، این که به دنبال راه چاره میگرده برای از بین بردن این عنکبوت باستانی. این پیشگویی از کجا اومده؟ اولین داستان‌هایی که من نوشتم، تمام این داستان‌ها رو نگاه کنی و بخونی، متوجه میشی که یک نفر نگران آینده این جامعه است، آینده زناست. تو وقتی تو جامعه باشی، وقتی ارتباط داشته باشی، وقتی خودت درگیر باشی، فکر میکنی. خواهر کوچیکه نیکا شاکرمیه، ساریناست، مهساست، اینا خواهر کوچیکه هستم. نخیر من میدونستم که یه چیزی، یه شعله‌ای تو دل این بچه ها روشنه، یه شمعی روشنه که فعلا کسی نمیبینه، یعنی فعلا شعله ور نشده، یه قطره نوری تو دل اینا. و اینا این شعله کشید، این قطره نور، این روشنایی شعله کشید و ما دیدیم، خاموش هم نشده. من بهت بگم همه ما مسئولیت داریم، مسئول و نتیجه اعمال، افکار، تقلاها، ندانستنها، کمدانیها، کمدانشی، جستجو نکردن، احساساتی بودن ما، این چیزیه که میبینیم. بله. خب پس بنابراین اگر اینجوری ببینیم که منجور رو در واقع همون شر و تباهی ببینیم که کوچیک بود ولی بعد بزرگ تبدیل شد به این نقش جامعه، یعنی شهروندان در بزرگ شدن این شر و تباهی رو اجازه میدن، جا خالی میکنن براش. شما لازم نیست اصلا راجع به منجو بگی آقا جان همسایت بیاد در خونه‌ات، در واس کنی، هی بیاد داخل، هی به حریم تجاوز کنه، هی هر میدونی هی تو رو برونه به گوشه، هی دار نندارتو بگیره، هی هر چی داری غارتت کن تا هی بگی حالا این آدم میشه دیگه، این درست میشه دیگه، این هی بخوای دلیل روانشناسی براش بیاری و هی دلیل پیدا کنی که چیزی نمیدونه، من خیلی چیز میدونم، یا حالا درست میشه انشالله گربه است، یا منتظر امداد غیبی یا امام زمان یا اینا بشی. اینا هیچ کدوم هیچ کاری نمیکنن. هر وقت به تو آسیبی رسید باید طغیان کنی، همون ثانیه اول. اصلا نباید صبر کنی. انسان یه ویژگی داره که وقتی شروع کرد به تجاوز کردن ول نمیکنه. میشه این حلزون باستانی، همه قابلیت دارن، فقط ربطی به ایکس و ایگرگ کنید. همه قابلیت هیتلر شدن دارن، همه میتونن تبدیل به چیز بشن. اون خلخالی که بود آدم میکش، بعد زیر همه چی میزد، بعد مثلا میگم این تو اعدام، تو نمیدونم اینجوری اعدامیاش اینجوری. همه قابلیت این رو دارن که واقعیت، حقیقت رو ماسمالی کنن. شما به عنوان آدم هوشیار وقتی میبینی یه چیزی خرابه باید بگی، همون موقع باید بگی. انشالله درست میشه. هیچ وقت درست نمیشه، هیچ وقت. من تو تظاهرات دانشجوهای آمریکایی، من به شما بگم هر دانشجویی حق اعتراض داره. اصلا این دانشجو پرچم آزادی و آزادگیه، خب نباید محدودش کنی. ولی وقتی میبینی تو اون جمع آزادی و آزادگی پرچم جمهوری اسلامیه یا پرچم نازی‌ها هست یا پرچم کوکلاسکلان‌ها هست، حتما باید داد بزنی. چون درسته که دانشجو نماینده آزادی و آزادگیه، ولی از احساسات اینا و میل به تغییر این بچه‌ها در طول تاریخ ما حداقل کلی استفاده کردن.
از هستی ساقطشون کردن. همون اول انقلاب مثلا من این نمازهای جمعه و جماعت، من به مذهب، به این که آدما مذهب داشته باشن، هر کسی یه مذهبی داره دیگه، یه باوری داره، خب به این حرمت میذارن. یکی داره یکی نداره، یکی مذهبش نداشتن مذهبه، خب ولی این که شما عبادت رو از مسجد بیارید تو خیابون، این برای من یه نشونه هولناکیه. به من یه تاریخ دیگه میگه، یه داستان دیگه میگه که بر من گذشته. اگه اینو نگم و سکوت کنم، یعنی دارم این بچه ها هم گول میزنم که دارن بر علیه یک ظلم دیگه طغیان میکنن. مثلا خب به هر حال در زمان قبل از انقلاب هم برگردیم به این حرف شما، خب بسیاری نویسنده ها زندانی شدن، کشته شدن، بسیاری از روشنفکران، حالا به هر حال بعد ولی خب این مبارزه با ظلم اومد تبدیل شد به جمهوری اسلامی، یعنی همون نداشتن آگاهی احتمالا. یک مشت جوان دلشون تغییر میخواسته، این حقشون بوده، اونقدر امکاناتشون در این چارچوب بوده، اینو میدونستن اینو نمیدونستن، دنبال تغییر میگه. نه کسی اعلام کرده ما میخوایم سنگسار کنیم، نه کسی گفته ما میخوایم تو زندانا به زنات تجاوز کنیم، نه کسی گفته میخوایم اعدام کنیم. گفتم بله آزادی اینا. خب این بچه ها اومدن جلو و به محض پیروزی یکی یکی سرشون برباد رفت. بعد همین بچه ها خبرستون ها رو آباد کردن، بهشون میگم 57 نمیدونم چی و فلان از این حرفا. بعد شما میخوایم من به این گروهی که اینجوری تاریخ ها میخونه و اینجوری داره تحلیل میکنه اعتقاد داشته باشم؟ فکر نمیکنم. فقط یه ذره فکر کردم. در قصه نیلوفر مرداب، مرد قصه که در واقع یک شخصی هستش که حالا پوز روشنفکری داره، یک فعال سیاسیه، ولی در خانه ما میبینیم که جور دیگه‌ایه، یعنی رفتارش با زن قصه خیلی فرق میکنه نسبت به اون چیزی که در اجتماع هست، همون ژستی که شما ازش حرف میزنین و انگار که یک نقدی هم داره میشه به نیروهای اپوزیسیون مخالف که دارن حالا به نوعی فعالیت میکنن. این رو چی میگین بهمون؟ نمیتونه جمهوری اسلامی اینجوری موفق بشه اگر که تو ماها ریشه نداشت. با کلت نمیشه اینجا یکی بذاری بگی باور کن که اگه یه تارموت پیدا باشه میری تو جهنم. تو یه چیزی باید تو دل این آقایون و خانوما بوده باشه، همه ما. من همه دارن به من میگن وای تو چرا هر چی میگی مراعات نمی کنی؟ ولی من 50% چیزا رو نمیگم. من بعضی وقتا مچ خودم رو میگیرم. چقدر مراعات حیثیت و آبرو و نمیدونم این چیزا رو میکنم، وحشتناکه. خب این آقایون حامل یه ویروس هستن یا خانما. خب اینا ویروس، اینا میکروب، اینا حامل طاعون سفلی سوزاک هستن. برای که بدونیم چقدر وحشتناکه. اینا با خودشون دانه‌های اون فرهنگ عقب مونده، بخش عقب مونده و اون باورهای عقب مونده رو جابجا میکنن، همه جا پخش میکنن و جست گرفتن، رو استیج بودن، اینکه برای همه چی نمایش اجرا کردن. خب شما اگر که حالا این خیلی بحثش طولانی میشه، ولی وقتی یک شاعری رو استیج میره برای شاعری، میره رو صحنه شاعری رو نمایش میده یا انقلابیگری رو نمایش میده یا مردانگی و شرافت و اینا رو نمایش میده، باید به شک کنی. اگر من جای این کسانی بودم که از 57 حرف میزدن، به جایی که این بچه ها جوونا و گروهای سیاسی رو زیر سوال ببرم، دنبال این میرفتم. برای چی ما نمایش میدیم؟ برای چی ما نمایش قدرت میدیم در صورتی که قدرتی نداریم؟ نمایش نجابت میدیم در صورتی که نانجیبی هستیم. نمایش عدالت رو نمیدونم در صورتی که از خودمون جبارتر کسی نیست. نمایش
سلامتی میدیم در که داریم میمیریم. برای چی اینجوری هستیم؟ خب برای که همین ویژگی ها بعدا دوباره به بال گردنمون میشه، یه جای دیگه شده. از کنیزو تا به سرخپوست تنها همیشه زن نقش مهمی داشت. یعنی قهرمان‌های قصه ها همش این زنها هستن که راوی چیزهای مختلفی هستند. گاهی مورد شکنجه قرار گرفتن توسط شریک زندگیشون، گاهی خودشون رو شکنجه میدن، گاهی قربانی خشونت‌های جامعه هستن. این زن یعنی در واقع پرداختن به زن برای چی هستش اینقدر در قصه های شما دیده میشه؟ من نسبت به ظلم حساسم. خب نه اینکه مثلا آقایون در ایران اصلا بهشون ظلم نمیشه، نصف اعدامیا مردن، جوونای چیزن، ولی زنان 2 بار اعدام میشن، زنان 2 بار تنبیه میشن، 2 بار دادگاهی میشن، همه چیشون 2 برابره، همه سنگسار شدنشون، کشته شدنشون، شکنجه شدنشون، همه اینا 2 برابره، هم از جانب حکومت، هم از جانب سنت، هم از جانب فرهنگ، هم از جانب این باید عوض بشه. یعنی این زنها که هر کدوم قهرمان هر دفعه در قصه ها هستن، با روایت هر کدوم از اینها در واقع تلاشی هست قصه هر زن برای پیدا کردن درگیری ها و گره ها و چراها تا برسی به این از کنیزو تا نیلوفر مرداب تا زن عراقی، که زن عراقی چه چیزایی میزنه. ببینید کنیزو یک تنفروشه، اصلا کلک نمیزنه، مثل عیسی مسیح بیگناست، تنها کاری که میکنه بدنشو میده، بلد نیست کلک. زن عراقی کلک میزنه، جیب همه رو میزنه. این انسان معاصر ماست، شوخی نکنیم. میدونی مریم مجدلیه مریم عیسی مسیح نیست. خب این چیزیه که قرن 21 زنی جنگنده که با تمام توانش میجنگه و صاف میکنه جاده رو میره، این خیالش هم نیست. این واقعیت زمانه ماست و من دنبال اینم که ما اون چی که سرمون میاد با داد و قال و فریاد و جیغای گوشخراش به گوش تمام دنیا برسونیم، نه که فقط تو خودمون نجوا کنیم. ببینیم زن نجیب فرمانبر پارسا دهنشو میبنده، حرف نمیزنه، خفه خون میگیره، و مرد نجیب پارسا. این نجابت نیست، این تو سری خوردن و بدبخت شدن. و خب این قصه که اشاره کردین راجع به نیکا هستش که حالا بعد از زن زندگی آزادی نوشته شده. خب حتما که یعنی در کتاب نیست ولی گفتین که جایی منتشر شده و خب من که قصه رو نخوندم ولی میدونم که این داستان بعد از همه این اتفاقها رو داره روایت میکنه. اگه یکم راجع به این قصه بیشتر برامون بگین. یک کسی هست که مادرش آرژانتینیه و میره دنبال داستان عموش که آمریکایی بوده و با یک دختری داخل ایران چت میکرده و بعد یه مدتی دختر قیمش میزنه و ماجرا اینجوری شروع میشه. این میرسه به نیزارای مشهد. خب داستان اصلا رئالیستی نیست، بخش اعظمش اصلا فضای خیلی گاهی گاتیک گاهی سورئال داره. خب من فکر نمی‌کنم دیگه کسی این داستانو بخونه نیزارای ماشر تو این داستان میمونه. البته 3 قسمت، یه قسمتش میره ماشر به عنوان توریست رفته گستاف، و یه قسمتش میره شیراز، یه قسمت هم میره لرستان دنبال نیکا میگرده. ولی اینا اشتباهی توی یه زمان دیگه میافتن، یعنی وارد زمان حافظ میشن و از طریق حافظ ما وارد گروه های ملامتیان و خب خراباتی ها و رندا میشیم و رندا رو میشناسیم. این رندا وصل میشن به نیکا شاکرمی، مهسا و بچه ها که من همون 2 سال پیش توی سخنرانی تو دانشگاه نیویورک درباره این که این بچه ها رندای حافظن حرف زدم.
همین برگشت به گذشته و دیدن گذشته که از کجا به کجا اومدی، این امید رو به من میده که آینده خیلی بهتر و زیباتر و درخشانتر خواهد بود و خواهد بود. متوجه میشید؟ یعنی این نسل بیدارتری هست که در تلاش هست که در واقع احتمالاً این گذار رو به پایان برسونه، یعنی به اون خانه درست، به اون جای درست احتمالاً. این نسل رو نتونستن به کلی در قبیله نگه دارن، یعنی نتونستن حصار بکشن، نتونستن اینا رو نتونستن تو حرمسرا بذارن. قرار بود که با یه شعار دیگه اومدن، آزادی و نمیدونم عدالت و فلان اومدن، ولی قصد ذهنیشون این بود همه رو ببرن تو حرمسرا و ناموفقند. ما از حرمسرا اومدیم بیرون، فقط نمیدونیم چه کار باید بکنیم. توی مرحله‌ای هستیم حالا که باید تصمیم بگیریم که این راه‌های متفاوتی که پیش رومونه کدومش باعث آزادگی ما میشه، باعث راهی ما میشه. خیلی کارا میشه بکنیم. نگاه کردن، همین نوشتن این خاطرات، همین نوشتن داستان گوستاف مدن و نیزارهای ماشر که این درباره نیکاست. همین داشتن گروه 5 نفره 3 نفره مطالعاتی، نه برای جست، نه برای رو استیج، هر کدوم از اینا مثل یه شمع میمونه که روشنه. هر گروه ادبی مثل یک فانوس میمونه. خب من به این چیزا با 1000 تا فانوس تاریکی عقب میشینه. مهمترین چیزی که جلوی تاریکی وای میسه همین نوشتن هاست، همین برافروختن شمعای کوچیک و نمیدونم فانوس های کوچولوه. محفل های ادبی درست حسابی نجستی، نه برای گروه‌گرایی، نه برای که من این گروه رو بسازم اونا بزنم. میدونی که یکی دیگه از ویژگی ما اینه، شما گروه میسازی نه که خودت کار خودتو بکنی، یه گروه میسازی یکی دیگه رو بزنی. این اولش نه تنها ما باید با خودمون مبارزه کنیم، بلکه با دولت، حکومت و سیستمایی که به هر حال قهار هستن مبارزه کنیم، بلکه با این تمایلات وحشتناکی که تو تک تک ما هست، این عادتهای وحشتناک قومی که تو تک تک ما هم هست باید مبارزه کنیم. من گروه کولیا رو که من بیشتر از 30 سال تشکیل دادم، تو هر دوره بچه‌ها رو آزاد میذاشتم برن کار خودشونو بکنن و دارن میکنن خوشبختانه. و در آخر اگر که یک حرفی، یک جمله‌ای بگین به همون نسل جوانی که تو این قصه ازش حرف زدین، که شجاعه، که میخواد تغییر ایجاد کنه، که اون عنکبوت باستانی رو به دنبال راهی هست که از بین ببره، اگه حرفی به اون نسل دارین؟ من فکر میکنم که یک کمی باید بیشتر این بچه ها به حفظ جون خودشون فکر کنن. من دلم برای این میسوزه بسیاری از این جوانات تحت تاثیر این جریانات قرار میگیرن، ببینن 24 ساعت همه چی درست میشه، جونشون میدن، با جون این بچه ها هیچی درست نمیشه. والا گاهی وقتا من فکر میکنم شاید این اصلا یه تله‌ایه که هر از گاهی یه چیز رو باز میکنن، اونایی که رسیدن مثل خوشه‌های گندا خودشون رو نشون بدن، اینا سرشون رو قطع کنن تا سال دیگه درو کنن. زنده موندن، کار کردن، یادگیری و زندگی کردن این فرق میکنه. این انقلاب، این آینده‌ای که ما دنبالش هستیم اون چیزی نیست که تو 57 با کفن اومدن تو خیابونا و قاصدک داستانش یا نشانش ما نشونش رو ندیدیم. انقلابی که مردمش با کفن بیان تو خیابون آخرش به قبرستون قطع میشه. اینا با رقص اومدن، با آواز اومدن، با این چیزا اومدن. بنابراین درود بر همشون، حفظ جونشون خیلی مهمه. خیلی ممنونم.